خب دوستان، ما میخوایم صندلی رو بازسازیش کنیم، یعنی رنگش رو نو کنیم. نو کنید چه شکلیه. خواستم این ویدیو رو باهاتون به اشتراک بذارم. کسی خواست صندلیش رو یا چیز پلاستیکی که پلاستیکش پلاستیک عالی باشه، این پلاستیک های خشک نباشه، رنگ کنه خیلی راحت با این سریایی که به گاز وصل میشه. نو کنید. خیلی راحت. خب نگاه کنید چقدر نو شد، عین اولش شد. خب اینم یه صندلی دیگه قبل از رنگ کردن، بسیار داغونه. حالا بعد از رنگ کردنش هم میذارم براتون. خب اینم از انتهای کار. حالا نمیگم عین اولش شده، ولی کامل زدگیاش از بین رفته، رنگش هم نو شده. فقط سعی کنید آخرش یه دستمال روغنی بکشید روش، روغن خیلی معمولی ها، یعنی روغن زیاد نه. اگه به دردتون خورد خوشحال میشم پیج من رو سابسکرایب کنید. هزینه‌ای که برای شما نداره، حداقل کمکی به من میکنه. اگر بازدید خوب بود سعی میکنم چیزهای جدیدتری هم بذارم. ممنونم. خدا نگهدار.